یک سال نوشیده زندگیمونو الکه خیانت کردن در سر کردی. ها؟ الکه غارت کردن خونه شوهر در سر کردی ها؟ کلی هر به دلی میخواستگی ناو میخری وجدان گذاب نمیکرد ها؟ وقتی برای خودت رفت آفرین یا چویرس کلی رجب علی ایبرانی این ارچه جان رحمتی کلام همین خونتون یکم بار خواستگاری رفتم کو همین مادر وقتی پسرش زن میداده چقدر برای همین عروس یافتن کلی نیافتن فکر میکرده چند بار گفتم این کلی نما چه خیلی باشه قدش بلند باشه موی سرش دراز باشه خدا بشکر قدم بلند بوده موهای سرتم دراز بوده این قشای کلک مانند هم نمیگی همین کلی هر به دلی میخواستگی گیر کلیم بچم یا مغزه دونک اوچه جان لبه یا بچم سلام علیکم. سلام علیکم السلام چه داری جان؟ ساز رحمت شما ساز زحمت میشه اوچه؟ بگم کنسانی را موندین همه یخ بگی یورا خوش روکه گفته که هر کدوم چه عدیر ندیر نویشه که دمون که من کدوم وقتی اومدم خوش روکه تازه بپوشم برم فهمیدی مرا؟ فهمم ایش ای و نسوزونی ورا فهمم فهمو این فهمو میگوی چند لباس من سوزوندگی این وشیلکه کداموز پوچه میبره میره خودش این وشیلکه دیگه پر شدن دیگه شکرانه این وشیلکه و شکرانه این لباسای تو بچم کنسانیتونو میگم خنوز موندین 16 دا موندگیم که تو نزنه کسل نشه نمی چیزا میدونی که اوچه ضرر دوره که تو میزنه کسل میشه اوچه جون ضرر دوره همین چیز یکم میده ضرر نداره همین ضررم کرد این همین ضررم کرد که این همین کلینم دختره او کل میکنه دولینیما میسنجه همین پوهکوما هر روز مز میشکه پشتکوما میجیقه اوخی همه کورما میکنه فهمیدی تو زیق نشم یکم میده زیق نشم تو یعنی که اوچه جون همه کوشش مهنتاتون بخاطر خیتون دست ها من کلینی خوندگی میگیرم کلینی دختر میگیرم ها جان خیتون ها اوچه تویتان رشتم شینه؟ نه من میرم سروش میرم خشم که با حضور بشینیم اوچه کلین خشتومان چخ کرده چوی کوت کرده هم بگیریم وای پای کور برو میشین ها یا اود نریزم نه او میخرم نه چوی اوچه با حضور نصیبتون کنیم اختانه احتیاط کنه محمد مالی ای توبه ایقا خسیس شده هم بخیل شده میگه وچه در تک انسانی خونم نشکی کسل میشی این برای ما دلش نسوخته است این برای پلی سوید دلش سوخته است فهمیدی اوه این خسیس بچه من باشه هم خسیس شده کی زنک او زنک لبه چیو داری؟ نفس اما خوبه همه تینجه ساز رحمت صبح که میره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا 10 تا امیره یک جوی نغز دمون کدوم وقتی که من رو در کشید من میام دستت میگیرم فهمیدی منو؟ مایلش فهمم ضروری که خب یا هم زیافت میزنم که دیدرشو میشوم زنک او زنک لبه نمیشنوی به یک بار کار داشتم یک سیرکوری ها پلوی که دادم برای همه جمع که دیدی ها مایلش وزی حزب جان مایلش
خند و تبزه باور که را میبینم نستنیم خوب شود. 1 2 3 4 5 6 یا 7 کو تو در چند تا پول دادم 10 تا بعد دوامش کجا داره باقی مونده کجا کردی ها دوستان و تماشاگران عزیز تلفن دستی شما فقط برای زنگ زدن یا که برای ویدیو تماشا کنی نیست شما میتونید توسط هم تلفن دستیتون در خونه بشین خونه نبرین در یک مکان کم 3000 سرکرده تا 15000 تومان مبلغ پولی به دست برین برای با کار قبول شدن دیپلم لازم نیست زبان خارجی دانستن لازم نیست دانی جفت اختیار کو 100% میتونین کار کنید اپایی که در کارخانه دولتی و کارخانه شخصی کار میکنید شما هم 100% میتونید در پلنتینی کار کنید در یک روز مثال 2 ساعت 3 ساعت وقتتون صرف میکنید تمام بعد دوستان عزیز ما برای با کار قبول شدن زحمت‌های دایرکتور شرکت فابریک اپای فروغجانش مدت توصیه میتونم که یا اپاجانی ما انا 1.5 سال میشه در شرکت فابریک کار و فعالیت میکنه در این مدت نگاه کنید که قانونی همه اپای ما 360,000 تومانی حساب شرکت فابریک فایده یعنی که درآمد به دست آوردگی بغیری برای تولد هر یک فرزندتون وقتی که شما فرزنددار میشین شرکت فابریک شما را 10800 تومانی دیگه تحفه میده برای همین حرکت میکنیم دوستان عزیز این نظرات دایرکتور شرکت فابریک اپای فروغجان در واتساپش حاضر کرد می نویسیم برای یعنی که نوشتن و رجیستر کردنتون شما 500 تومانی حساب اپای فروغجان تحفه میگیرین این چون این وقتی که شما اسید قدیل کار میکنین حرکت میکنین در مدت 2 ماه 3 ماه دایرکتور شرکت فابریک میشین 20000 تومانی حساب شرکت فابریک تحفه میگیرین این چون این یک چلای طلایی دیگه حساب اپای فروغجان تحفه میگیرین و نگفتن امونه اپای فروغجان هر ماه روزگیشو سر میته بغیر تحفه شرکت فابریک با حساب اپای فروغجان ام خیر روزگیشو در تحفه بهترین صاحب میگردین تو در چند تا پول دادم 10 تا بعد دوامش کجا داره باقی مونده کجا کردی ها یا 1 سال نوشیده زندگی مونو الکه خیانت کردن در سر کردی ها الکه غارت کردن خونه شوهر در سر کردی ها نه کجا شید پول ها پول کجا شید با اوتا تا رویشگای با اکا تا رویشگای با ماما بابا تا با خولا تا با کیره رویشگای کجا شید پولی ما آزی ما در همین پول در کاره کجا شید ما رای خیلی نگاه نه که من ترا گفتستم تو داما خیانت کرده سیا تو چه خیلی زنی که امانت شوهر نگاه کردن نمیتونی تو چه خیلی زنی که در امانت شوهر خیانت میکنی ها تو چه خیلی زنی تو چه خیلی بیرونگوزی میکنی ای کم ترا گوشت پس برو امروز زندگی خسرو خوشتامانت با دست تو موندم پولدار تو امروز پولدار شدی این قرار زندگی خسرو خوشتامانی تو کی برد تو بردی چی رو بازای قواز بلان میکنی تو شان ما نمیدونی اوچا با پول دادم که امانتی مرا نگاه کنه وظیفه شای وظیفه داره که زن امانتی شوهر نگاه کنه امانتی شوهر خیانت نکنه پول نیست ها گناهگار رو بو پشتیش همه گیری ها اوچا خونه و تاش روی که خونه و اکش روی که کجا روی که نکن نیست همین پول نیست ای با امانتی تو خیانت نکرده فهمیدی؟ ای با امانتی تو خیانت نکرده تو خطا مرد میگیری تو مردی ها؟ آج من مردیگری چه نشان میتیم تو خطا مردک میگیری تو فرزندی مردم متهم میکنی اینا مردکی تو اینا مردکی تو اینا مردکی اینا دیدی مردکی تا دیدی هنر تا دیدی مردکی تا حال اینجا با ذخیره ایستادگی تو مردی تا در نمی خچی نشان میتی در 1 سال زندگیش فرزندی مردم یکم لباسی نبش خریدی یکم دوخیش خریدی یکم دیگه دسته گلش آوردی یکم جو تماشا بردی 24 ساعت برای خود سر لباس میخری وقتی برای خود لباسای نو میخری وجدانت عذاب نمیته وقتی برای خودت رنگ و برام لباس میخری پاپوشی میخری بروک میخری دوخی میخری وجدانت عذاب نمیته نمیگوی که تو در خانه زن داری چه خیانت با پول مال تو کرد ما بردم زمین چه پیش کرده لباس خریده دادم فهمیدی؟ ای عیبی ما عیبی زنی تو نیست
زن تو خیانت نکردی. مردای دیدیم که در زندگی برای زنشان خانه و در کردن، لباسای قیمت بها کردن، ماشینای فسان خریدن دادن، لیکن زنهاشون باعث انمیقه کردن شوهراشون با خیانت کردن، خیانت به پول و مال شوهر کردن، خیانت به چیز و چاره شوهر کردن، خیانت به ناموس شوهر کردن. فهمیدی؟ تو شکرانه که پیش خداوند، فهمیدی؟ تو شکرانه که چنین زنی به ناموس و چنین زنی به آر داری.